در سیاست اگراری حکومت جمهوری تاجیکستان پرنده‌پروری ساحه مهم و افضلیت‌ناک محسوب یافته. پرنده‌پروران در تامین اهالی مملکت با تخم و گوشت پرهیزی پرنده سهمی نظارت دارند. با مقصد رشد پرنده‌پروری، افزون گرداندن سرشمار پرنده، استحصال بیشتری تخم و گوشت، هنوز از 1 مارس سال 2023 قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره برنامه مجموعی رشد ساحه چرخداری، پرنده‌پروری، ماهی پروری و زنبوری عسل پروری در ولایت ختنان برای سالهای 2023-2027 به توصیف رسیده. در زمینه آن با مقصد رسیدن به رشد ساحه از 4 می سال 2023 قرار رئیس ولایت ختنان پای عمل قرار دارد. در سمت رشد پرنده‌پروری اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان و قرار رئیس ولایت ختنان کدام کارها انجام یافت، چگونه دیگرگونی تغییرات و پیشروی‌ها در مقایسه نسبت به سالهای پیشتر به وقوع پیوست. در مجموع هدف قبول برنامه مذکور این پیش از همه زیاد نمودن سرشمار و در این زمینه تامین نمودن اهالی با محصولات خودی وطنی و از جهت اکولوژی تازه روانه کرده شده است. چطوری که در بالا قید نمودم، تمام استحصال محصولات ساحه چرخداری نسبت سال 2022 با تدریج نیز زیاد گردید. در حقیقت امروز در ولایت 35 عدد فابریکای پرنده‌پروری فعالیت دارد که کلانترینشان فابریکای پرنده‌پروری جمعیت دارای مسئولیت محدودی به همتای ناحیه یاوان، کوپراتیو استحصالی رحمان جان جمعیت دارای مسئولیت محدودی مرمری ناحیه دنگره، جمعیت دارای مسئولیت محدودی مرغ مومن آباد یکرچه ناحیه مومن آباد، جمعیت دارای مسئولیت محدودی بوستان 2010 ناحیه وخش، جمعیت دارای مسئولیت محدودی مرغ خراسانی ناحیه خراسان، جمعیت دارای مسئولیت محدودی سمن شهر کلاب به حساب می روند. طبق معلومات سرریاست کشاورزی ولایت به حالت 1 ژانویه سال 2024 در جمعیت دارای مسئولیت محدودی مرغ به همتای ناحیه یاوان 170,000 سرپرنده، کوپراتیو استحصالی رحمان جان 153,000، جمعیت دارای مسئولیت محدودی مرمری ناحیه دنگره 144,326 سرپرنده، جمعیت دارای مسئولیت محدودی بوستان 2010 ناحیه وخش 35,000، جمعیت دارای مسئولیت محدودی مرغ مومن آباد ناحیه مومن آباد 85,952، جمعیت دارای مسئولیت محدودی مرغ خراسان ناحیه خراسان 32,653 و جمعیت دارای مسئولیت محدودی سمن شهر کلاب 78,814 سرپرنده پرورش می‌یابد. از 35 عدد فابریکای پرنده‌پروری 10 عدد فابریکا به استحصال تخم و 25 فابریکا به استحصال گوشت پرهیزی پرنده مشغول می‌باشند. به حالت 1 ژانویه سال 2024 36,647,400 دانه تخم و 11,825 تن و 500 کیلوگرم گوشت استحصال شده است. سرشمار عمومی پرنده در فابریکای پرنده‌پروری با 929,218 سر برابر شده است که نسبت به همین دوره سال 2023 418,995 سر زیاد می باشد. در مجموع در همه شکل‌های خواجگی‌داری در ولایت 2,632,493 سر پرنده پرورش می‌یابد که نسبت به همین دوره سال گذشته 344,745 سر زیاد می باشد. از این 1,641,407 سر پرنده به اهالی و 991,023 سر به خواجگی‌های دهقانی و فابریک‌های پرنده‌پروری راست می‌آید. از جمله در جمعیت دارای مسئولیت محدودی بوستان 2010 ناحیه وخش 35,000 سرشمار موجود می باشد که برای پرورش و نگهبانی این مقدار پرنده همه شرایط فراهم آورده شده است. الحال در این فابریکا چوجه‌های 1 ماه و 10 روزه پرورش یافته بیش از 5,000 مرغ برای به بازار استعمالی برآوردن آماده می باشد که وزن زنده هر مرغ گوشتی 3.5-4 کیلوگرم را تشکیل می‌دهد. پرنده‌پروران جمعیت دارای مسئولیت محدودی بوستان 2010 ناحیه وخش نیز خوراکی‌های آمیخته را از ولایت سوق و جمهوری ازبکستان دسترس می‌نمایند. استحصال گوشت پرنده به 1016 تن رسانیده شد که این نسبت سال گذشته 326 تن زیاد می باشد. با نقشه گرفته شده است که آینده با این ساحه را رشد دهیم، استحصال گوشت پرنده را زیاد نماییم، در این سمت سهم ارزنده خود را در تامین امنیت عضوقواری کشور گذاریم.
با مقصد اجرای دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ساحه پرنده پروری از 3 ماه اول سال 2018 از پرداخت اندازها به مدت 6 سال اینچنین آن صاحبکارانی که تکنولوژی و تجهیزات معاصر و مواد برای تامینات ساحه وارد می‌نمایند از همه انداز و پرداخت‌ها آزاد گردیدند. این هوسمندگردانی و امتیازهای حکومت جمهوری تاجیکستان بر رشد ساحه پرنده پروری چی تکانه بخشید؟ شروع از سال 2018 که امتیازات با رشد ساحه پرنده پروری داده شده است، امروز تمام فابریک‌های پرنده پروری شروع از واردات تکنولوژی نو اینواسیونی، تخمی‌های خوش صفت در این زمینه، تخمی‌هایی که برای برآوردن نسل یعنی چوجه روانه کرده شده است پورا آزاد می باشند و امروز صاحبکاران حق حقوق دارند که بابت رشد ساحه پرنده پروری تمام تدبیرها را در سطح ولایت اندیشند. برای بنیاد کردن فابریک‌های پرنده پروری نو افزون گردانیدن سرشمار پرنده استحصال بیشتری گوشت و تخم چی باید کرد؟ آیا مطالبات امروزه بازارهای استعمالی و اهالی را با گوشت پرهیزی و تخم تامین کرده می توانیم؟ برای پرورش 2.5-3 میلیون سرشماری پرنده و تأسیس باز بیش از 1000 جای کاری امکانی واقعی داریم. آیا ما با صادرات تخم پرنده موفق شده می توانیم؟ پارسال همین شب و روز در سطح خود بازارهای شهر و ناحیه‌های ولایت یک قوطی اگر تخم مرغ را گیریم که به اندازه 30 دانه دارد تا سطح 50 سومانی نرخگذاری میشد. شکر امروز که تخم در سطح شهر و در سطح بازارهای شهر و ناحیه ولایت امروز از 30 سومان سر کردگی بلند آن تا 33-34 سومان است که این خود یک آگاهی عاید زیاد گردیدن استحصال تخم و گوشت آن می باشد. در مجموع اگر استحصال تخم و گوشت پرهیزی پرنده هر قدر که زیاد گردد این تاثیر خود را بر نرخ آن در بازارها و در مغازه‌ها میگذارد که این هم یک تکان برای تامین امنیت غذاخوری خود اهالی می باشد. چی مشکلات امروز پرنده پروران را فراگیر می باشد؟ با کدام راه و چی طور می توان مشکلات موجوده را حل و فصل نمود؟ در حقیقت امروز اساساً مشکلاتی که در ساحه رشد ساحه پرنده پروری باقی مانده است این پیش از همه در سطح ولایت عین حال یک کارخانه کارکرد خوراکی آمیخته پرنده پروری این هم باشد جمعیت دارایش مسئولیت محدود مرغ برمری در ناحیه دنگره فعالیت نموده ایستاده است. متاسفانه جمعیت مذکور امروز بابت تأمینات خوراکی آمیخته سرشماری که به خود جمعیت وابسته شده است تأمین می نماید و باقی مانده 34 عدد فابریک‌های پرنده پروری که در سطح ولایت است تأمین کرده نمی تواند. از این لحاظ همچون متخصص همچون چیز پیشنهاد می نمایم که خوب می شد که از حساب صاحبکاران وطنی کشوری که در بالا قید نمودند از تمام اندازهایی که آزاد کرده شدند در سطح شهر و ناحیه ولایت ساخته به استفاده دادن 2-3 عدد کارخانه های کارکرد استحصال خوراکی پرنده را به راه می‌ماندند. این یک تکان بر رشد ساحه پرنده پروری و در این زمینه زیاد نمودن استحصال تخم نیز زیاد کرده میشد. با جلب صاحبکاران با ننگ و ناموس دیار مهیا کردن شرایط بنیادکاری امکانی واقعی داریم که در برابری بنیاد فابریک‌های دیگر پرنده پروری و بنیاد کارگاه و کارخانه‌های استحصال خوراکی‌های آمیخته برای رشد پرنده پروری موفق شویم. دسترسی اشیاء خام برای استحصالچیان وطنی یگان مشکلی ندارد. در برابر این برای تامین فابریک‌های پرنده پروری و بخش اهالی با چوجه‌های یک روزه ذاتی و تخمی‌های اینکوباسیونی تأسیس دادن کارخانه ذات پروری پرنده پروری عاید به پرورش مرغان مادری سمت تخمده و گوشت تقاضای زمان میباشد. با قرار خود رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید درباره برنامه مجموعی رشد ساحه چربه‌داری، پرنده پروری، ماهی پروری و زنبوری عسل پروری در ولایت ختلان برای سالهای 2023-2027 در ولایت سرریاست کشاورزی، سرریاست مالیه، ریاست رشد اقتصاد و سودا، سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی، مقامات اجرای حاکمیت دولتی شهر و ناحیه‌های ولایت را موظف نموده است که با مقصد اجرای برنامه مذکور جهت جلب سرمایه وطنی و خارجی تدبیرهای ضروری اندیشیده بر رشد ساحه پرنده پروری مساعدت نمایند. سعیدزاده شیرعلی، شهرت شیرعلی، ابوبکر بابا، نمازعلی ارگش، مخصوص برای برنامه اطلاعاتی 7 روزی ختلان.